صحبت کردن. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. الله ذوالجلال در حدیث قدسی بیان میکند که این وجدتنی وجدت کل شیء. کتاب با بنده میکند که بنده اگر مرا یافتی همه چیز یافتی و این فقدتنی فقدت کل شیء. اگر مرا نیافتی پس هیچی نیافتی. گفتی که بعضی از بزرگان میگفتن خدا دارم چی هم دارم. یعنی اگر خدا که داشته باشه همه را داری، اگر که خدا نداشته باشه انسان پس هیچی را نداره. میگفتن بزرگا که نوریان مر نوریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. یعنی نوریا اهل قرآن و اهل ایمان و اهل اسلام هر کجا که باشن یکدیگر را دوست می‌دارن. یعنی حلقه که الحال نشستیم که در فلان ساعت بیاییم در خانه برادر عزیزمون که شرف جان نشست داشته باشیم، البته که با وجود یک قدر نوش نعمت با برادر عزیزمون قاری علی که چیزی بگین از خدا و پیامبر، یعنی از سخن خدا و از سخن پیامبر چیزی نگفته نخیزیم، یک نور بالای نور می شود. نوریان مر نوریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. یعنی اهل فاسقا اگر هر کجا که باشه یک رستوران کفتکو میکنن که در همونجا هم رقص باشه و هم بی‌ترتیبی باشه و هم نوشابه های مسکننده باشه و او با جذب یک دیگرشون میکنن وقتشون یک مثلا که سرجمعی دارن. قسم باطلان را میکشند، اهل حق از اهل حق هم سرخوشند. اهل حق از اهل حق وقتی که یک نشست میکنن سرخوش میشوند. و خدا قسم البته واقعا هم همین است که وقتی که سخن خدا را میشنویم، سخن رسول الله را میشنویم، یا پندای حکما را و یا که از بزرگا و هر یک اولیاء اللهی که الحال حضرت داملا شعراشو نخون، وقتی که گوش میکنیم این طبخت یک فیضی دارن که تمام اعصاب انسان آرامش پیدا میکنن. یک پیسه تو نمازشو میخوایم میگیمش در زمان مالک دینار با وقوع پیوست در باب همین نفرهایی که خدا را یافتن و خدا را شناسن. اصلا مالک دینار خودش یکی از جمله اولیاء الله است، یک ولی خدا است. به خاطر مالک دینارش میگن که در یک کشتی گذر میکردن، یک وقتی در یک نشسته در مراقبه در یاد و در ذکر خدا بود حضرت که یک تنگه در اونجا گم میشه، یک دینار کفتکو میکنن از هر هیچ کس قایل نمیشه. هیچ وقت در یگان زمان دزد نمیگه که من دزدی کردم من گرفتم. گفتم هر چقدر کفتکو میکنن نمیان، بعد میبینن حضرت هم و حضور در مراقبه و در ذکر میگن هر جونا روشن میگرفتگی تخب ششتگی یا حضرت اصلا در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود، در مراقبه بود. بعد اطرافش میان محاصره میکنن تنگه را تگرفتی، میگه خبر ندارم نگرفتم. و دیگری طریقه که قسم نمیخوره دروغ نمیگن نگرفتم میزنم. خیلی دوستا یک مشت یک شپوت شتا و همه قدر دندانو رو میشکنن، تنه همه سیاه و کبود میکنن، با این قدر دلشون تر نمیشود. و حضرت دست پوش میگیرن یک کشتی و میخوانه کم بحر در پرتویانش یک بران هم تا میگیرن دست پوش خوب میزنن، بعدم تا که میپرتویانش در بالای بحر بالای آب در تا چخیلی که در خشکه میشینه همیتا میشینن. یکی که میبینن دیگر بسیار میترسن، یک وهم پیداشون میشن، بعد میگن که ای ولی خدا بوده است کرامو داشته. بعد میگن که همین خواهد گفت من نگرفتم شما با یک تنگه مرا یک قدر لعت کوب کردین، همین زر و جواهرات و همین چیزای قیمت بها که با شما در کار باشه من دعا میکنم خداوند شما را میتونه. بعد یک دعا میکنم پروردگار را این گویگری که در همین تعیین خودمس و بحره و که حکمی خودت و یاردمی خودت همین را بتاقه. بعد هر یک ماهی میگم از همون برون در یک
مثلا بریلیانت تیلو و تنگا و هرچی همه قدر میپرتوین که کشتی قریب غرق میشه. همه در گریه و دو رفیقان که بس اگر میپرتوتنش کشتی غرق میشه. بعد بس میشه و خیر به حضرت بالا بودم قدم زدم تمیه دیگه خواستم که مرا نفهمینه کرامت مک وقتی که اشکاش قدم زدم تمیه دوستوی خدا که چی است نه حاجت به کشتی بده نه حاجت به هیچ. اما اصلا هر یک چیزی که مثلا کشفی که در بزرگی خدا میشه باید پنهان باشه. اصلا دوستوی خدا هیچ کس یگان کشف شه یگان کرامت شه قویل نمیشه نمیگه. همیایی که بعضش قصه میکنه میره بعد مردانشون فقط میگه در زندگیشون نمیگن چون که بگه مرتبه همه خلاص میشن. در زمان همین مولک دینار در نماز جمعه است که یک مجوسی میویه و مسلمان میشه مسلمان میشه. حالا که قصه شایست میگیریم که مجوسی کی بوده؟ یک اکا و دودر بودن. اکاش 35 سال همین آتش خدا گفته پرستش کرده است، یعنی اوستایی و زردشتی و آتش پرست و دودرش 25 سال. بعد یک روز هرش مصلحت میکنن و میگن که خیلی بیا همین آتش مثال برای خدا بودن و نبودنش امتحان میکنیم. دستمون هر دومون در آتش پیش میکنیم میگیم که اگر تو خدا که باشی به حرمت همین 35 ساله که یا 25 ساله که من ترای عبادت کردم همین دستی مرا نسوزون. اگر بسوزونه پس خدا نیستی چی نیست. یکی اگر نسوزونه باور میکنیم دوام میتیم کارمون. خیلی دستاشون پیش میکنن که آتش که میسوزن. از دینشون از مجوسیگی میگردن میگه بیاوریم که مسلمان شید. برادر کلانش میگه خداوند که در تقدیرش کشیدگی نبوده از او وقتی که خدا هدایت نکنه هیچ کس هدایت کرده نمیتونه. نه عالم نه ولی نه شیخ نه صوفی حتی پیغمبر هم هدایت کرده نمیتونه کسی را که خدا هدایت نکنه. چنان که پدر حضرت علی را هر چقدر که پیغمبر تلقینش کرد ایمان نیاورد به ایمان از دنیا رفت. اینک لا تهدی من احببت. خداوند گفت تو هدایت کردن نمیتونی کسی را که دوست می‌داری. هدایت میکردگی فقط الله است. بعدا اگه کلانش نشید گفت اگر من مسلمان شم میگه این قصول موقفوی تو رفتین تو یک گمراه بوده بودن. بعد دادرش میگه که من مسلمان میشم. بعد میآید پیش مولک دینار در کلمه اعظم میکنه در نماز جمعه در بین مردم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفتم مسلمان میشم. مسلمان میشه. بعدا حضرت مولک دینار با مردم میگه که به خاطر کمی یک مسلمان در موضوع چه مسلمان شد ایمان آورد تبریک تهنیتش کنی. همه تبریک تهنیت میکنه. بعد میگه یک چیزی وردم شدی. بعد مردم یک تنگاو دو تنگاو یک جوماوی یک پاپوشی و همین قدر میپرتونه که یک توپ میشه. بعد نماز میگه که یورا بگی میگه برای چیه؟ میگه به خاطر که مسلمان شده مردم هدیه دادن. بعد میگه که من دین ما و دنیا نمیفروشم. یگون تنگش نمیگیره همشه در مسجد میبخشه. خانه میگه خیلی کشنه و تشنه هم هیچی نیست. بعد میگه که خیلی خوب مسلمان شدی بسیار خوب اما روزگارم بردن در کاره. روزی دیگرش میره در مرد کار بزرگ میشینه. در همونجا میشینه که هیچ کس نمیبرش کرده. تو نصف روز میسته میاد در یک همون ویرانه بوده است بیرون شهر چوردیولی در همون پیشینش میخونه و همین قدر گریه میکنه بعد پروردگار او وقتی که خداوند شناخت رو به خدا آورد خدایا فقط همین این قدر سال من از تو بیگانه بودم. خدایا این قدر سال من دشمنی تو بودم. خدایا این قدر سال من مبارزه بر مقابل تو بودم. امروز رو به تو آوردم. امروز بخشش میپرسم طلب مغفرت میکنم. هر قدر میگریست که بعد بگه کشید خونهش اومد که زن فرزنداش دیدن خولی گفتن که خیلی ماش نیوارد یک مسلمان شدیم ما هم مسلمان شدیم سیاه خوب و خیلی بعدی مسلمانی با خوردن و کشیدن در کار زندگی در کار. بعد هم تا به زبانش اومد که یک خوشی این در کار کرده ایسان و مثل من بعد میتوالی با روزی دیم رفت. اگه این روزی همه سه شنبه بوده است. با روزی چهارشنبه رفت تا نصف روز ایستاد هیچ کس نگرفتش. امتحان پروردگار را ببین که در همه اسلام آوردگیش که هم ایمانش قوی هست یا نه. با روزی چهارشنبه هم میسته که هیچ یگان گپ خبر نی. با میاد در همون چوردیولی گریه میکنه با رو به خدا میاره با بگاهی می خالی
با زن فرزندش چی شید؟ میگه خوجایی گفت که مزتا بعتر میتم همین یک وعدهشون میتو روز پنجشنبه هم تا با روز جمعه هم خیلی میشه میسته تو جمعه هیچ کنه میگشت بعد میره بعد نماز جمعه را میخونه بوی قدر در همون جوی بدگیش گریه و زوری میکنه و بعد همیه میگه که 4-5 روز زن فرزند همه کشنه و تشنه بعد همیه راده یک ریگه قدر میگیره که در یک نمولکش میگیره و در یک لنگی میگن یا که لوکی میگن نموده میگیره و همیتا در پیش میمونه و بعد میگه ای دور هم که ببینه میگن اول گندم واردیسه یا ارد واردیسه همون را میگیره و میویه یا در درات نوسه این هم خیلی یک قیسه واردگیه بعد میگه برش و پیش خونش نزدیک میشه که تا بوی طعام یک حیران میشه میگه که همین خونه ما بوشه میگه تا بوی گوشت و بوی طعام اومده سیدهجه در بوی میکنه که خیلی هم کودکسان خرسند و داو توز گیر و گیر همین وقتی خش دودی طعام در حولی برومندگی حیرون میداره در این در دمیشته که زنش میدن بیو خیلی بسیار با وقتی خش بعدا زنش نزدیک میشه بعد میگه که چی پیدایی خونم بعد میگه که همون گفتی همون چند روزی که کار کرده ایستم خوشی مزد بعد میتن همین روز 10 نفر اومدن همین تا در شتر و ارد و گندم بور کردگی و همین چیزو را گرفتن آوردن یک تاش در دست یک طبق پر از زر تیلو بولوش و یک مندیل و یک چیز پیچوندگی و آوردن دادن گفتن که شوهرت بگو که هم خدمت شکل کشه و سخت‌تر کنه مورا خوجایی فرستاد همین رو آوردن دادن خیلی نون او کردیم تمام کردیم همه به پروا گفتیسه بعد در همون لنگیش در دهنی در میمونه و یک سجده شکر میکنه رو با قبلم تا یک سجده میکنه و دعا میکنه بسوی پروردگار این قدر سال من آتشم از بیهشی و از نادانی و از جاهلی آتش خدا گفته گشتم خدایا این با چند روزی که من مسلمان شدم این قدر با من عطا کردی گفتم نمیته گریه میکنه بعدا او لنگیش میگیره زنشو بردن میگیره به طرف انبار که میگه کجا میبری او را نبر میگه او را اگه ریگش پر کمی میگه برای چی نبرم من بردم میبرم خیلی میگه او چیزی میگفته میبردگی تو نیسته چی خیلی میگه نیسته این خویش میکنه گندم شده قدرت خداونده نشونش میده